اگر میخواین تصویری که از وبکم در نرم افزار OBS استودیو میگیرین اون بک‌گراندی که پشت سرتون هست رو حذف کنید یا محو کنید و در نرم افزار نشون بدید، با ما همراه باشید. سلام، من امین ارجمند هستم از مهندس آیتی. در این آموزش میخوایم در نرم افزار OBS استودیو تکنیکی رو بهتون آموزش بدم که شما بتونید بدون استفاده از پرده سبز یا کروماکی بتونید اون بک‌گراندتون رو حذف کنید و به راحتی نیازی به اون پرده سبز نداشته باشید. در هر مکانی در هر جایی بتونید اون بک‌گراندتون رو حذف کنید و مثل همین تصویری که الان در تصویر مشاهده میکنید اون بک‌گراند وجود نداشته باشه و فقط تصویر خودتون باشه. برای این کار ما باید یک پلاگین رو برای نرم افزار OBS استودیو نصب کنیم. لینکش رو من در دیسکریپشن براتون میذارم. شما باید وقتی که روی لینک موجود در دیسکریپشن کلیک کردین وارد چنین صفحه‌ای میشید، وارد OBS Background Removal میشید. در این قسمت شما میتونید هم از این قسمت ریلیز آخرین نسخه رو دانلود کنید و هم در قسمت توضیحات ریدمی اینجا روی دانلود کلیک کنید و بر روی اون ویندوزی که شما استفاده میکنید، اگه ویندوز استفاده میکنید، مک یا اوبونتو و هر سیستم عاملی که استفاده میکنید انتخاب کنید و فایل مربوط به نرم افزارتون رو دانلود کنید. ما با توجه به اینکه از ویندوز استفاده میکنیم روی ویندوز کلیک میکنیم. اینجا میبینید که آموزش رو بهتون نمایش میده. اولین کاری که باید بکنید باید این پلاگین رو دانلود کنید. خب روی این کلیک میکنیم و نسخه مخصوص ویندوز دانلود میشه. وقتی که دانلود شد یک فایل زیپی هست، اون فایل زیپ رو ما محتویاتش رو باز میکنیم و محتویاتی که توی فایل زیپ هست رو انتقال میدیم به محل نصب نرم افزار OBS استودیو. در حالت عادی پیش‌فرض اگه شما تغییری در هنگام نصب نرم افزار OBS استودیو نداده باشین، محل نصب نرم افزار در پوشه C پروگرام فایل و OBS استودیو است. به هر حال شما هر مکانی که نرم افزار OBS استودیو رو نصب کردین، محتویات این فایل رو که دانلود کردین در اونجا یک کپی پست ساده انجام میدین. بعد از اینکه کپی پست کردین، اگه نرم افزار OBS استودیو باز بود اون رو میبندید، اگه باز هم نبود که باز میکنید و در این قسمت سورسز، حالا اینو من ببندم برای چند لحظه. در قسمت سورسز روی اد سورس کلیک میکنید. اینجا قسمت ویدیو کپچر دیوایس کلیک میکنید. حالا یک نامی برای خودتون میذارید، مثلا من می‌نویسم مای وبکم، اوکی رو میزنم. اینجا باید تصویر خودتون نمایش داده بشه. برای اینکه حالا ببینید مثلا نمایش داده نمیشه، میان قسمت رزولوشن، اینجا روی کاستوم میزنید و از این قسمت رزولوشن اون ابعاد مد نظرتون رو انتخاب میکنید. معمولا همین بالایی رو انتخاب کنید، تصویرتون نمایش داده میشه. خب حالا همونطور که میبینید الان بک‌گراند رو ما در پس زمینه داریم. فعلا این وبکم رو اضافه میکنیم. روی وبکم کلیک راست میکنیم، وبکمی که اضافه کردیم. روی فیلترز کلیک میکنیم. اینجا قسمت افکت فیلترز داریم. اینجا کلیک راست میکنیم، اد میزنیم. اد که زدیم همین گزینه دوم بک‌گراند ریمووال، این رو کلیک میکنیم و حالا یه نامی براش انتخاب میکنیم و اوکی میزنیم. میبینید که به راحتی بک‌گراندتون حذف شد. حالا اینجا میبینید بک‌گراند سیاه گذاشته. سیاه گذاشته برای اینکه شما بفهمید که چه قسمتی از تصویری که در وبکم نمایش داده میشه محو شده یا حذف شده. شما میتونید به جای حالا محو کردن حالت بلور رو ایجاد کنید. میبینید که تصویر بک‌گراند هست اما حالت بلور شده است. و در قسمت اگه تنظیمات دیگه خواستین انجام بدین، میتونید در قسمت ادوانس ستینگ بیاین تنظیمات رو کم و زیاد کنید و نتیجه رو همونجا آنلاین ببینید. وقتی تنظیمات رو انجام دادین روی کلوز میزنید و میبینید که تصویرتون بدون پس زمینه قابل نمایش و میتونید در مکانی از تصویر که میخواین در آموزشتون استفاده کنید. پس به همین منوال بعد از اضافه کردن وبکمتون کافیه روی فیلترز کلیک کنید و در قسمت فیلترها این افزونه‌ای که نصب شده به نام بک‌گراند ریمووال
قابل مشاهده خواهد بود و میتونید به راحتی بک‌گراندتون رو بدون نیاز به استفاده از کروماکی حذف کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، آموزش خوشتون اومد، حتما کانال ما رو مهندس آیتی رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و با نظرات خودتون ویدیو رو نقد و بررسی کنید و اگر ویدیو دیگه ای مد نظرتون هست، آموزشی مد نظرتون هست، حتما در قسمت نظرات بیان کنید تا ما اون آموزش رو برای شما آماده کنیم. موفق باشید. خدا نگهدار.